سبب چی باشد که امروز مردم در مثلا کفر که عیان است توحید میشکند و یعنی قانون الله ها یک طرف میمونن و در این نوع کفر یعنی میافتن این نوع شرک میافتن. همش سبب جهل است برادر، جهل، نادانی، جهل. این فهمیشی حتی بسیاری از نمازخوانها فهمیش های نادرست دارند. مفاهیم فهمی مردم یعنی کمی میکند، از شریعت دور هستند. یعنی برای همین جهل سبب است. بنابراین الله تعالی در سوره تبارک گفت که وقالوا لو كنا نعلم نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم و میفهمیدیم ما امروز دوزخی نمیشدیم. فقط شنیدن هم کفایتی نمیکند. نسمع او نعقل، هم میشنیدیم هم عقل یعنی میفهمیدیم، ما امروز دوزخی نمیشدیم. یعنی بعد شنیدن باید با فهم گوش انداختن در کن. و این خیلی که گفتیم سببش جهل است، نادانی هست. بنابراین برادرای عزیز و خواهران گرامی بسیارتر تلاش کنید برای آموختن احکام شریعت، بسیارتر آموزید.